روایت است که ملائکه از شیطان پرسید: پرقوتترین سلاح تو برای فریب دادن انسانها، برای گمراه کردن انسانها چیست؟ شیطان در جواب گفت: به آنها می گویم هنوز هم فرصت هست، گناه را انجام ده، بعد توبه می کنی. شیطان از ملائکه پرسید: قدرتمندترین سلاح تو برای امید بخشیدن به انسانها چیست؟ ملائکه در جواب گفت: به آنها می گویم هنوز هم فرصت داری، توبه کن، به سوی الله بازگرد. ای فرزند آدم، بنگر که برای تو کدامین فرصت مهمتر و بهتر است؟ آیا فرصت شیطان بهتر است یا فرصت ملائکه؟ خدایا نشانم بده راه ناب، خدایا نشانم بده راه ناب، مبادا شوم همچو شیطان خطاب.